اگر همین الان بیفتی و بمیری فکر میکنی برای اطرافیانت چه اتفاقی میفته؟ احتمالا این خبر بعد از چند ساعت به گوششون میرسه و تو خوشبینانه ترین حالت برات یک مقداری اشک میریزن و همه نه از روی ناراحتی بلکه از روی کنجکاوی درگیر اینن که چه اتفاقی براش افتاد که مرد. برنامه‌های فرداشون رو چک میکنن که ببینن برای خاکسپاری تو وقت دارند یا نه. فردای بعد از فوتت توی مراسم همه اعضای خانوادت بالای سرت ایستادن و گریه میکنن، ما بقیه افراد اون پشت سر همه تلاششون رو میکنن که جلوی خنده‌شون رو بگیرن و همه در گوشه هم پچ پچ میکنن که ای کاش زودتر بسپرمش به خاک سر که غمش از دلمون بره بیرون. و تو بعد از چند روز فراموش میشی توسط همین مردمی که یک عمر از قضاوتشون میترسیدی، جوری که دوست داشتی زندگی نکردی، نخوردی، نپوشیدی که اونا ازت راضی باشن و تاییدت کنن. عمر با ارزش تو هدر نده برای مردمی که بود و نبودت هیچ فرقی براشون نداره.